آقا اینجایی که میبینید یه مدرسه معمولی رو به پایین تو دبی، البته این در پشتیشه و هیچ کس رو راه نمیدن، ولی ما بنا به دلایلی هستیم. بریم فضای مدرسه رو بهتون نشون میده. اینجا یه دونه سقف تقریبا بزرگ و آموزشی دارن. میبینید خب این محوطه پشتی مدرسه است که واقعا مثل یه پارک میمونه. سالن غذاخوریشونه، سالن استراحتشونه اینجا که حالا دور تا دورش رو پوشوندن. دفتر مدیراشونه، یه سریت بهداشتیاشونه. حالا اینور آقایون، اینور خانوما، که یه استخر هم باز اینجا داره، یعنی یکی از آموزش‌های استخرشون هم اینجاست. باز البته استخر خیلی بزرگی نیست، عمقش هم کلا تا 1 متره، ولی خب باز نگاه کنید دیگه این فضا رو. باز جای برای نشستن داره و دستشویی‌های مدرسه هم ببینید، دستشویی و حموم. این هم سالن باشگاهیشون، همون بالا نوشته جیم. یه سالن همه چی تموم و تکمیل خیلی بزرگ. باز فضا اینجا رو ببینید که البته دارن بازسازیش میکنن، مثل این که یه سری وسایل رفاهی اضافه کنن بشه. اینجا هم راهروهای کلاسایی که میرن، تمیزش هم میبینید دیگه. اینجا هم حیات مدرسه است که از فضای بازی گرفته، یعنی این تاپ ماپا تا این دورتر که حالا میرم بهتون نشون میدم، زمین تنیس و بسکتبال رو بهتون نشون میدم. این زمین چمن خیلی بزرگ، این زمین تنیس. شما کیفیت زمینه یه دونه زمین چمن مدرسه رو نگاه کنید، با جرئت میگم از 90% زمین چمنایی که من تو ایران دیدم، حتی بازی‌های کشوری که میرفتیم، کیفیت چمن بهتره با جرئت. فضای بیرونی مدرسه است که حتی من شنیدم بالا پشت بونش هم کلاس داره، یعنی کلاس سرباز داره و اینا. اینم فضای این ور مدرسه، اینم لوگو مدرسه کلاریون و حالا صندلی هایی که برای نشستن است. باز فضای بازی، باز جای استراحت، جای نشستن، باز یه فضای دیگه از مدرسه، حیات اصلی مدرسه که دور تا دورش کلاس های درسی. من اونجا رو زوم کنم میبینید که برگار روی شیشه چسبیده شدن. فضای اینوری مدرسه، حتی بیرون هم خیلی راحت دیده میشه. اینم برج خلیفه از این نما. اینا هم نکته جالبیه، فرشایی که انداختن، یعنی علاوه بر نیمکت و اینا، فرش هم حالا کسی خواست دراز بکشه توی زنگ تفریحات، کسی خواست بشینه هر جور که راحت بود، یعنی فضا نشستن خیلی جا داره. ولی باز میبینید که هم این کارا رو من انجام دادم. این هم فضایی که میتونن برن داخل کلاساشون. باز این ورم ببینید که هم فضای نشستن است. اون سایبونا رو هم گذاشتن که هر کسی میخواد بشینه اونا رو باز کنه و بعد راحت بشینه. این هم پارکینگ مدرسه است که این هم اتوبوس‌های معروف دبیه که اتوبوس‌های مخصوص دانش آموزاست. توی پارکینگ مدرسه حالا هم دانش آموزا میان، هم از رفتنی با هم اتوبوس‌ها میرن، سرویسشونه. این فضا اینجا رو از نزدیک‌تر بهتون نشون بدم. من قبلا داخلش رو دیدم، سورپرایز شدم. میگم که باز اینجا در حال بازسازی کردن، اینجوری بهتون بگم. اینا کلاسای نقاشیشونه و حالا کلاسای تردستشون برای افراد کوچیک‌تر.
این برای کلاس ریاضیشون اینا بود. این فوق العاده فضای جذابی داشت خدایی این مدرسه. آقا می‌خوام وجه ورزشی خفن بهتون معرفی کنم. البته خفن که برای ماهایی که ندیدیم خفنه دیگه تو ایران. 3 تا زمین کمان تقریبا متوسط، یعنی 1 2 و 3. این برای شهربازی، زمین تنیس، قطعه اسم بازیش تنیس نمیدونم چیه. دوباره یه زمینه دیگه، اون ورم باز یه زمینه دیگه، یعنی پشت اینا یه زمینه دیگه هست. باز 3 تا زمین، اینجا دوباره 3 تا زمین. دوباره 3 تا زمینم اون ته. نه تا زمین فقط توی یه ذره جا با 3 تا زمین فوتبال و یه شهربازی. این وسط فضای خرید و هر چیزی که میخواد، سالن حالا غذاخوری و قهوه خوری و میوه خوری و اینا. زمینه بدمینتون، اونایی هم که دارید میبینید اون پشت فنس کشیده شده زمین هندبال و ایناست، هندبال و اینجور چیزا. واقعا یه مجموعه ورزشی کامل.